دادگاه نوع شومنسو روز 18 ایون مسئله برای دو ماه به حبس پیشکی گرفتن ژورنالیستان توجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را بررسی میکند. طبق قانون شهروندان را بدون حکم دادگاه فقط تا 72 ساعت میتوانند بازداشت کنند. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روز 15 ایون دستگیر شدند و امروز 72 ساعت بازداشت آنها به پایان میرسد. دلیر امامعلی به صاحبکاری غیر قانونی و پنهان کردن معلومات بر دروغ عیبدار می شود و عبدالله غربتی به حمله به کارمندان میلیسیا. بسیاری از ژورنالیستان تاجیک میگویند این اتهامات چندان سنگین نیست و شرط نیست که این دو ژورنالیست در مدت تفتیشات پرونده هایشان در حبس باشند. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی فعلا در ایویس یعنی تفقیفگاه میلیسیای دوشنبه قرار دارند. بازداشت این دو خبرنگار و بلاگر که با ویدیو گزارش های خود پیرامون مسائل داغ اجتماعی تاجیکستان معروف شدند، موج واکنش های منفی بین المللی را نیز به بار آورده است. پترا گاسپارووا معاون رئیس نمایندگان اتحاد اروپا در تاجیکستان روز 7 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت ما از آزادی بیان و کار ژورنالیستان مستقل همچون اولویت بخش حقوق بشر اتحاد اروپا پشتیبانی میکنیم، زیرا مطبوعات آزاد جامعه را بیشتر دموکراتی، نیرومند و گوناگون میسازد و وسیله خوبی برای حمایت حقوق انسان میشود. سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز در اظهارات و توییتر گفت این تعقیبات را که به فعالیت‌های کسبی آنها ربط دارند شدیداً محکوم میکنند و آزادی بلاگرها را تقاضا میکنند.